سلام بچه ها، من علی ماینکینگ هستم و تو این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم چطور فقط زیر 8 دقیقه یه پناهگاه ساده ولی امن توی ماینکرافت موبایل بسازید. این آموزش مخصوص تازه کاراست، پس اگه تازه واردین این ویدیو مخصوص شماست. فقط قبل شروع ویدیو اگه ویدیو لایک نکردین لایک کنین، چنلمون رو ساب نکردین ساب کنین و زنگوله نوتیفیکیشن هم رو آل بزنین که هر موقع تو یوتیوب ویدیو گذاشتم یوتیوب بهتون خبر بده. بی مقدمه بریم سراغ ویدیو. خیلی خوب بچه ها، قبل از هر کاری باید بیایم چوب جمع کنیم. خیلی خوب بچه ها، من به اندازه کافی چوب جمع کردم فکر کنم. حالا میایم جایی که میخوایم خونه بسازیم، میزنیم اینجا و شد باید بیایم اینجا 4 تا از اینا بگیریم، اسمش هم یادم رفت، و یه دونه از اینا درست کنیم. میذاریم و میزنیم روشو. خیلی خوب، ما از اینجا باید چیکار کنیم؟ چند تایی چوب بگیریم. راستی باید از اینا هم داشته باشیم که بتونیم کلنگ درست کنیم. خیلی خوب بچه ها، کلنگم هم درست کردم و خب الان من گوسفند دیدم، باید گوسفند رو بکشم. این یکی یه دونم اونور بود. خیلی خوب بچه ها، این دوتا یکی دیگه هم نیاز داریم که بشه 3 تا فعلا، ولی ولش میکنیم تا گوسفند پیدا کنیم. یه نکته دارم که من قبل ویدیو یه کمی گشتم و یه غار پیدا کردم که توش سنگ داره. شما حالا سنگم پیدا نکردید مشکلی نیست، ولی سنگ باشه خیلی خونتون بهتر میشه. سنگ رو جمع میکنیم با کلنگ. زغال سنگ بچه ها، زغال سنگ پیدا کردم. زغال سنگ باید بگیرین تو این بازی. حالا من نمیتونم، خوب شد آقا با یه تیر دوتا نشون زدیم، هم سنگ رو گرفتیم هم زغال سنگ. بهتون میگم به چه درد میخوره. کجا رفتیم؟ یکی دیگه. خیلی خوب بچه ها، همینقدر سنگ بستمونه. خیلی خوب، حالا یه دورو برای نگاه میندازیم. گوسفندی نیست متاسفانه. ها، حلال زاده. بچه ها، این آخرین گوسفند رو نیاز داشتیم که اگر نره تو آب تموم. خب بچه ها، من سر را که دیگه دیدم گوسفندو. خب الان همه چی مورد لازم رو داریم، همه چی میخواد. خیلی خوب، نگاه کنید. اول از همه یه تخت نیاز داریم که با ایناست تخت رو میگیریم. بعدش مشعل نیاز داریم. خیلی خوب، مشعل و یه دونه از اینا
فقط یکی رو میذاریم وسط و فکر کنم یه دونه از اینا آره یه دونه از اینا اینجا باشه. خب یه دونه مشعل درست میشه و 4 تا شد. خیلی هم بهتر. بعد راستی یادم رفت از اینا میخوایم تا جایی که میتونیم بگیریم. خیلی خوب تمام. یک دونه در میخوایم، حالا ولش کن، فعلا مهم نیست. بچه ها داریم به تاریکی میخوریم و سریعتر با خونه رو بسازیم. خیلی خوب بچه ها نگاه، 3 تا ردیف سنگ میخوایم. 1 2 3 تا و تا 4 تا. 1 2 تا 3 تا 4 تا. زیاد شد. 1 2 3 4 تا. خیلی زدم. کلنگمون رو بده که داریم به تاریکی میخوریم. سریعتر باید خونه رو درست کنم. اشتباه شد. مهم نیست، ولش کن. 2 تا شد. اینم 3 تا. خیلی خوب بچه، متاسفانه چون فعلا شب شد من سریعتر تخت رو میذارم میخوابم، بقیه‌شو ادامهش در روز. خیلی خوب بچه، نگاه کن اینجا رو از اینا میذاریم. خیلی خوب سنگمون تمام شد. دوباره باید بریم سنگ جمع کنیم. خیلی خوب بچه، من سنگ رو گرفتم و خیلی خوب. خب بچه ها درستش کردم. نگاه، یه 3 تا از اینجا بگم. نگاه، یه دونه بلوک از اینا، یه 3 تایی با یکی دیگه از اینجا، باز 4 تا همینو برو بالا که اینطوری بشه و آخر سر یه در بذار. حالا بیایم داخل و کل اینجا رو سنگ کنیم. یکی هم باید بکنم، اشتباه شد. خیلی خوب. خیلی خوب بچه ها، تا اینجا خوب پیش رفته. این وسط یه دونه سولاخ. سولاخ شو. خب اینجا یکی، این وسط هم یکی، اینجا هم یکی. یه دونه مشعل میذاریم اینجا، یه دونه هم میذاریم اینجا. خیلی عالی. خیلی خوب. این میاد اینجا و یه دونه تخت میاد اینجا. خب حالا میایم اینجا
خب حالا میایم اینجا نگاه کنید دقیقاً چی میگم. از اینا میخوایم؟ نه اشتباه شد، از اینا نمیخوایم. یه دونه در میخوایم. خیلی خب مجبوریم 3 تا در میگیریم و یک دونش هم اینجا و عالی. دوباره میایم اینجا از اینا میخوایم. یه 12 تا حالا بده، یه ذره دیگه. خیلی خب از اینایی که داریم و اینجا میزنیم. دور تا دورش رو پر کنیم. بعد اینطوری هم کنید تو اینجا بیاریم مثلا یکی دیگه هم اینجا بزنیم و بعد بیایم این یکی رو اینجا بزنیم. خیلی خب بچه ها ساختمش رو حالا یه دونه پله اینجا میزنیم و میریم بالا. خیلی خب اینجا رو دوباره باید برداریم. متاسفانه اشتباه زدم چون میایم بالا اینو میگیریم یه اینطوری و میای اینجا بالا. خیلی خب میاییم و اینجا رو از این میزنیم. نگاه بلوک میزنیم. خیلی خب حالا اینجا دیگه کارمون آسون میشه، فقط اگر نیفتیم. خب حالا از این بلوک ها میزنیم دوباره. خیلی خب بچه ها این یه تیکه هم کامل کردم و یه دونه اینجا میذاریم. حالا اگه این آهنگ مایکرافت بذاره حرف بزنم. یکی هم اینجا و اینو حالا داخل خونه برمیدارم. برعکس شد. بگیریمش که خیلی خوب این یکی داخلم با سنگ پر میکنیم و عالی شد. این تمام. همین بدون هیچ دردسری. آخ جونم کم شد، مهم نیست. بدون هیچ دردسری درم میبندیم و حالا چون به دست آوردن شیشه سخته ولش، مهم نیست. این خونه ما این هم برمیداریم و راستی یه چیزی رو یادم رفت بهتون بگم. اینجا میزنید میایید پایین یه دونه چست میخوایم. اینم از چست و تمام. میزنیم روش و تمام وسیله هامونو میذاریم داخلش. تمام. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگر ویدیو لایک نکردین ویدیو لایک کنید، چنلمون رو ساب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنید رو آل که هر موقع تو یوتیوب ویدیو گذاشتم یوتیوب بهتون خبر بده. ان شاء الله حالتون خوب باشه. خدا نگهدار.